روزی مولا نصرالدین از کوچه‌ای می‌گذشت. در همان حال از درون خانه‌ای صدای آخوندی را شنید که بلند صدا می‌زد. سمیه! لحظه‌ای بعد زنی جوان از همان خانه با صدای رسا پاسخ داد. نه خیر حاج آقا. این ماجرا چند بار پشت سر هم تکرار شد. سمیه! نه خیر حاج آقا. مولا که کنجکاو شده بود کمی کنار ایستاد تا ببیند ماجرا چیست. پس از مدتی همان زن جوان از خانه بیرون آمد. مولا جلو رفت و گفت: ای دختر، چرا هر بار که آخوند صدایت می کند به جای بله جواب نه خیر می دهی؟ زن که همان سمیه بود لبخند زد و پاسخ داد: مولا جان، این آخوندا خیلی زیرکن. میترسم نیتش خیر نباشد و صیغه‌ای بخونه. اون وقت اگه من یه بار بگم بله، بهانه پیدا میکنه که بگه خودت قبول کردی، حالا محرم منی. برای همین همیشه اول میگم نه خیر، بعد سراغ کارش میرم.